پنهان کردن معلومات ها در اکسل. برای این حجره های لازمه را انتخاب میکنیم. کنترل 1 رو زیر میکنیم و قسم زشته میویم و از اینجا سکریت فرمولا گالچکه میگذاریم. بعد به قسم چیسلا آمده و در همه پایان سه فرمتی نوشته شده است زیر میکنیم و بعد در جای تیپ 3 تا نقطه ویرگول می نویسیم و اوکی را زیر میکنیم. بعد با вкладка рецензирование میویم، защитить لیست را میوبیم، زیر میکنیم، پارول میگذاریم 1 2 3 اوکی، یک بار دیگر 1 2 3 اوکی. خیلی که میبینید معلومات های ما پنهان شد، کسی دیده نمیتواند. اگر برعکس گرفتن خواهیم باز به قسم рецензирование میویم، снять защиту 1 2 3 парола ما را می نویسیم. بعد کنترل 1 رو زیر میکنیم، سه فرمتی رو آپشی میکنیم و از قسم защита галочка رو میگیریم، سکریت فرم галочка رو میگیریم، اوکی رو زیر میکنیم. معلومات های ما پیدا شد.